سلام دوستان، چطورید؟ به دوایز استودیو خوش اومدید. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. موضوع این ویدیو در مورد داستان تمامی نسخه های بازی گادآواره. ما تا جایی که تونستیم سعی کردیم توی این داستان بیشتر نسخه های گادآوار تا گادآوار 3 رو جا بدیم و امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. خب بیشتر از این وقت رو نمیگیرم، بدون معطلی بزنید بریم سراغ ویدیو. این ویدیو رو با اولین نسخه رسمی بازی شروع می‌کنیم، جایی که داستان خدای جنگ رو برای اولین بار شنیدیم. بعد از گذشت چند سال آتنا به کریتوس پیشنهاد میده که جعبه پاندورا رو پیدا کنه و با قدرتی که توی اون هست اریس رو بکشه. خدای جنگ که کریتوس رو از دست داده بود خودش تصمیم به روبرویی با خدایان گرفته و حالا همون خدایان قصد دارن تا اون رو از سر راه بردارن. کریتوسی که با کمال میل میخواد از اریس انتقام بگیره دلیل دیگه‌ای برای انجام این کار غیر ممکن داره. آتنا به اون وعده داده تا اون رو از عذابهایش رها بده. کریتوس هم یه بیابان میشه تا معبد پاندورا رو پیدا کنه. چیزی نمیگذره که اون متوجه میشه معبد پاندورا داخل کوهی هست که روی پشت کرونوس قرار داره. زئوس برای مجازات یک کوه رو روی پدرش قرار داده بود و اون رو توی بیابون رها کرده. کریتوس وارد معبد میشه، با عبور از صدها تله که خدایان کار گذاشته بودن تبدیل به اولین انسانی میشه که جعبه پاندورا رو پیدا میکنه. اما اریس فورا متوجه این موضوع میشه و با پرتاب صخره عظیمی به سمت اون کریتوس رو به قتل میرسونه و سربازهایش جعبه رو برای اریس میبرن. کریتوس که به دنیای زیرین جهنم پرتاب شده با کمک زئوس و یک قبرکن از جهنم فرار میکنه. از جهنم فرار میکنه و جعبه پاندورا رو از اریس پس میگیره. بعد از باز کردن جعبه قدرت کافی برای مبارزه با اریس رو کسب میکنه و بعد از نبرد طولانی انتقام خودش رو میگیره و اریس رو میکشه. کریتوس به اولین موجود فانی تبدیل میشه که یک خدا رو از بین برده. بعد از آتنا درخواست رستگاری میکنه، اما آتنا به اون میگه که هیچ خدایی توانایی رهایی دادن اون از گناهانی و کارهایی که کرده رو نداره. و کریتوس که درمانده شده بود رو لبه بلندترین صخره میرود و به قصد خودکشی پایین میپره. در لحظه آخر آتنا اونو نجات میده. آتنا به اون میگه که با حذف شدن اریس از سر راه یک صندلی میان خدایان خالی شده و به کریتوس پیشنهاد داد که به خدای جنگ تبدیل بشه. بازی با قبول کردن این پیشنهاد توسط کریتوس و تبدیل شدن به خدای جنگ به پایان میرسه. کریتوس به عنوان خدای جنگ ارتش خودش رو رهبری میکنه و به شهرهای بسیاری از خدایان حمله میکنه. در یکی از حمله های خود به شهر رودز یک عقاب بخشی از قدرت های او رو میدزده و به مجسمه عظیم رودز منتقل میکنه. کریتوس که حالا باید این موجود غول‌پیکر رو از بین ببره ناگهان با صدای زئوس روبرو میشه. زئوس با پرتاب شمشیر اولمپوس از آسمان به کریتوس میگه که برای شکست مجسمه به این شمشیر احتیاج داری و برای داشتن آن باید تمامی قدرت‌های خودآگاهانش را توی اون قرار بده. کریتوس این پیشنهاد رو قبول میکنه و مجسمه رودز رو از بین میبره. همون لحظه اون عقاب رو دوباره میبینه. عقاب با تغییر شکل به زئوس تبدیل میشه و کریتوس میفهمه که همه اینها نقشه اون بوده. زئوس به کریتوس پیشنهاد میده دوباره تبدیل به خدمتگزار بشه و کریتوس این موضوع رو قبول نمیکنه و به همین دلیل زئوس با استفاده از شمشیر اولمپیوس کریتوس رو به قتل میرسونه. این بار هنگام مرگ کریتوس با گایا مادر بزرگ زئوس که یک تایتان هست روبرو میشه. گایا از بلاهایی که زئوس به سر تایتان ها آورده است میگه توی این موضوع که قصد داره به کریتوس کمک کنه تا انتقام خودش و تایتان ها را بگیره. اون زخم بزرگ کریتوس رو درمان میکنه و به اون میگه که به دنبال خواهران تقدیر بره
چرا که بدون قدرت‌هایش هرگز نمیتونه زئوس رو شکست بده. بعد کریتوس راهی سفری برای پیدا کردن خواهران تقدیر میشه. خیلی از آدم‌ها تلاش کردن تا این خواهران را پیدا کنند و گذشته خودشون رو تغییر بدن، اما تا الان هیچ کس موفق نشده بود. کریتوس به طی مسافرت طولانی و رو در روی با بسیاری از شخصیت‌های مهم و اساطیر یونان از جمله اطلس که اون رو به زنجیر کشیده بود، خواهران تقدیر رو پیدا کرد. اونها به کریتوس گفتند که تقدیر اون کشتن زئوس نیست. طبیعتاً این موضوع به مذاق کریتوس خوش نیامد و با خواهران تقدیر درگیر شد و اونها رو یکی یکی کشت. بعد کریتوس به زمانی سفر کرد که زئوس در حال کشتن اون بود. با برداشتن شمشیر اولمپیوس از روی بدن بیجان خودش با زئوس درگیر میشه. نبردی از این بین این دو شکل میگیره که در نهایت قبل از اینکه کریتوس کار او را با شمشیر اولمپیوس تمام کنه، آتنا به میان اونها میاد و کریتوس ناخواسته آتنا رو میکشه. زئوس هم در این میان فرار میکنه. آتنا هنگام مرگ سعی میکنه که کریتوس رو قانع کنه که از انتقام دست برداره. به اون میگه که در واقع زئوس پدر کریتوس است و اون باید چرخه پدرکشی رو متوقف کنه، اما کریتوس قانع نمیشه و قسم میخوره که هر کس را که سر راهش قرار بگیره نابود کنه. بعد کریتوس یه بار دیگه توی زمان سفر میکنه و به زمان نبرد بزرگ بین تایتان ها و خدایان میره. گایا به او میگه که منتظرش بودن و بعد کریتوس با تمام تایتان ها به آینده سفر میکنن و به سمت کوه اولمپ هجوم میبرن. بازی با یک دورنما از این کوه در حالی که تعداد زیادی از تایتان ها از اون بالا میرن تموم میشه. مرسی که این ویدیو رو دیدین. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و اگه بیشتر از این ویدیو میخواین حتما یادتون نره چنلمون سابسکرایب کنید. فردا همین موقع در رأس همین ساعت قرار داستان بازی گاداوار 3 ادامه این داستان و فرداش داستان بازی گاداوار 2018 رو بگیم و کل بازی گاداوار قرار پوشش بدیم. بعدی خدا نگهدار.